بنا به اطلاع چندین منبع در حکومت نویه دنقره روز 30 ینور سال 2024 سجایدین سلامزاده با فرمان پرزیدنت به جای رامون اسلام‌الدین خیریدین اجرا کننده وظیفه رئیس نویه دنقره تعیین شده است. سلامزاده را که 2 ایون سال 1965 در دهه آیدینکول نویه دنقره به دنیا آمده است و یک سال آخر در مقام معاون رئیس شهر دوشنبه و از آن قبل به حیث شهردار در 3 شهر بختار و اسفاره و ترسانزاده کار کرده است. علاقه صبح سهشنبه 30 ینور به کارمندان دستگاه مرکز حکومت نویه دنقره همچون رئیس نو نویه معرفی کردند. فرمان برکناری اسلام‌الدین رحمان و تعیین سجایدین سلامزاده هنوز رسما نشر نشده است. کارمندان حکومت نویه دنقره علاقه در شبکه‌های اجتماعی سلامزاده را با مسئولیت نو تبریک کردند. در جلسه گفتند که رحمان اسلام‌الدین خیریدین به سبب به کار دیگر گذاشتن از وظیفه رئیس نویه دنقره برکنار کرده شده است. درباره به کدام کار دیگر گذاشتن اسلام‌الدین رحمان که فرزند نورالدین رحمانوف برادر کلونی پرزیدنت امامعلی رحمان است چیزی گفته نشده است، ولی به گفته یک منبع بامداد به احتمال قوی او معاون رئیس ولایت ختلان تعیین خواهد شد. کرسی معاون اول رئیس ولایت ختلان بعد روز 29 ینور به مقام پرزیدنت اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان تعیین شدن زاده دیگر نویه دنقره امان‌الله سلیمزاده خالی شده است. رئیس کنونی ولایت ختلان دولتعلی سعید نیز از نویه دنقره و از خویشاوندان نزدیک پرزیدنت امامعلی رحمان است. یک همصحبت بامداد رئیس مکنون سابق دنقره اسلام‌الدین رحمان را همچون یک انسان خاکسار و با تمکین و رهبر آبادکار توصیف کرد. اسلام‌الدین رحمان که 6 ینور سال 1983 در نویه دنقره به دنیا آمده، زن و 4 فرزند دارد. تا سال 2015 در آریان بانک و سال 2015 در مقام معاون رئیس امانت بانک کار کرده. ماه نوامبر سال 2018 رئیس نویه دنقره تعیین شده بود. روز 30 ینور آسیا پلوس با تکیه به منابعش درباره باز چند تغییرات کادری دیگر در مقامات رهبری ولایت ختلان خبر داد. از جمله گفته می شود که انظورت عبدالسلامزاده روز 30 ینور به حیث معاون رئیس ولایت ختلان معرفی شده است. او تا کنون در مقام سردار ریاست کار با زنان و عائله فعالیت کرد و قبلا معاون دیرکتور تلویزیون ختلان و معاون رئیس نویه جلال‌الدین بلخی بود. انظورت عبدالسلامزاده در مقام معاون رئیس ولایت فیروزه شریفی را عوض کرده است که طبق اطلاع دسترس گردیده اجرا کننده وظیفه رئیس شهر نورک تعیین شده است. به کدام وظیفه رفتن رئیس همکنون پیشین شهر نورک دلشاد اسوزاده معلوم نیست. همچنین مستوره تبری که تا کنون معاون رئیس نویه عبدالرحمن جامی بود اجرا کننده وظیفه رئیس شهر لیوکان تعیین شده است. او در این مقام بنفشه سیفالدین زاده را عوض کرد. سیفالدین زاده یک روز قبل به جای هلالبی قربانزاده رئیس کمیته کار با زنان و عائله حکومت تاجیکستان تعیین گردید.